از هر زاویه‌ای که این ماجرا رو نگاه می‌کنی یه پشت پرده داره که راجع بهش بیشتر صحبت می‌کنیم که مدیر عامل تراکتور هم گفته که این صحبت‌ها رو با ما نکنید. یعنی خواهی داره فدراسیون فوتبال برامند رو محروم بکنه تا فیلم سوپر نصف بازیکن‌های پرسپولیس و استقلال منتشر بکنم، رانتا و لابیایی که به تاج دادم به بقیه دادم و افشا بکنم و بگم که چه کثافتی تو فوتبال منم، بچه پول دارم، به همه تا تونستم رشوه دادم، نماینده مجلس رو خریدم، رئیس جمهورم خریدم، حالا بیا وسط جرأت داری برام. یعنی زد سیما. قرار شد که من اینا رو نگم و نمیگم، مثلا چیزام نبوده، شنیده شد نشد. فوتبال تمیز پاک اصلا نبوده هیچ. خب من فقط ببینم. آره اینجاشو مثلا نشون نده. نه اینو نشون نمیدم. اما این چیه؟ نه اینو که نشون نده. چیکار می‌کنی؟ نه میخوام این کیه؟ این بازیکن ما بود. خب حالا اینو دیگه چیه شخصیشو نگید. نه این کیه؟ این چون شخصیه به نظر من. بده من این قرارداد من داشت. این چیز شخصی. از اکثر این بازیکن‌ها همین مسعود عظیمی آتو داره. ویلا میگیره تو کردان، خونه مجردی میگیره، دختر میاره، بازیکن فوتبال هم که حول و حشر طرف تو زمینای خاکی فلان منطقه بازی میکرده میاد تو شهر، این همه در و داف رو میبینی، آب و لب و لوچاش میریزه و پرستو میفرسته، در و داف میفرسته، فیلم میگیره ازشون، عکس ازشون میگیره و میگه خب حالا که میارم تو باشگاه فوتبال، حرف میزنه دمش گرم، هم برای من دختر آورده هم منو برده تو باشگاه فوتبال، میبرتش. اما بازیکن فوتبال اگه یه ذره گل بکنه، یه ذره پیشرفت بکنه، بخواد یه ذره بلند پروازی بکنه، میگه دیگه بابا بشم بابا. میگه برای چی؟ میگه این عکس تو دارم، این فیلم تو دارم. بعد عکس و فیلم هم در اختیار مثلا رسانه ها قرار نمیدن ها. یه سرش هم میخوره به پولای کثیفی که در باشگاه تراکتور و در اون پشتمشا ارتباطاتی که با صنایع فولاد ایران داره. میگه اصلا منصور عظیمی نقشش تو باشگاه تراکتور چیه؟ چه کاره هستن اونشون؟ چه حوزه اختیاراتی دارند؟ به هر حال شاید بشه گفت که تمام هماهنگی‌ها توسط ایشون انجام میشه. مورد باشگاه در واقع جورایی از زیر نظر ایشون. به هر حال ایشون هم نقش دارن، قدرت اجرایی هم دارن دیگه. به هر حال تو حوزه‌ای که تعریف شده توی نقل و انتقالات چقدر نقش دارن آقای عظیمی؟ میشه گفت که همه نقل و انتقالات داخلی‌ها دست ایشونه. خارجی‌ها رو به اصطلاح آقای اسکوچیچ سرمربی گزینش میکنه، داخلی‌ها رو هم به اصطلاح آقای اسکوچیچ بازیکنایی که لازم داره رو اسم میده و ایشون کارهای انتقالش رو انجام میده.